نحوه انتقال ارز در صرافی توبیت بدون پرداخت کارمزد. شما میخواید از یک اکانت توبیتتون به یک اکانت دیگه یا برای یک شخص دیگه پولی رو واریز کنید، ارزی رو واریز کنید، نیازی نیست که شما کارمزدی پرداخت کنید که توی این ویدیو راجبش صحبت میکنیم. برای این کار شما از قسمت assets مقدار داراییتون که بزنید اینجا نمایش داده میشه و میتونید این مقدار دارایی رو به یه اکانت توبیت دیگه انتقال بدین بدون اینکه کارمزدی رو پرداخت کنید. شما از این قسمت میتونید ویدرا رو بزنید و توی قسمت ویدرا یه قسمتی هست به نام آن چین ترانسفر و اینترنال ترانسفر که اگر دقت کنید کنار اینترنال ترانسفر زده صفر فی، یعنی کارمزد صفره. اما به چه شکل هست؟ شما ارزی که میخواید انتقال بدین رو، هر ارزی که هست، برای مثال ما میخوایم تتر رو انتقال بدیم که توی این قسمت دیگه از ما آدرس نمیخواد، میگه یو آیدی اکانت اون شخصی که میخواید بهش پول انتقال بدید رو اینجا وارد کنید، یا ایمیلش، یا اگر شماره تماسش رو، شماره تلفنش رو وارد کرده، اینجا شماره تلفنش رو وارد کنید اگر شخصی تایید کرده باشه توی اکانتش، که بهترین کار همون یو آیدی هست. حالا چطور یو آیدی رو پیدا کنیم؟ شما از این قسمت، از قسمت سمت راست بالا، روی آدمه که نگه دارین کلیک نمی کنید، روش که نگه دارید پایینش یک یو آیدی نوشته که شما میتونید این رو کپی کنید یا عددش رو برای هر شخصی که اکانت توبیت داره و میخواد به شما پولی رو انتقال بده، این یو آیدی رو براش بفرستین، به صورت رایگان بدون کارمزد به شما پول رو انتقال میده. که ما این رو کپی میکنیم و توی این قسمت فرض مثال برای اون شخص مقابلی که برای ما فرستاده، این اکانت ماست، یو آیدی اکانت ماست، اون شخصی که میخوایم بهش پول انتقال بدیم اون شخص باید یو آیدیش رو برای ما بفرسته و اینجا وارد میکنیم. وارد که کردیم از این قسمت، حالا چون ما تازه پول انتقال دادیم اجازه برداشت به ما نمیده، برای شما اینجا میاره، میگه که چه مقدار میخواید پول انتقال بدین که توی این قسمت وارد میکنید پایینش و ویدرا رو میزنید. ویدرا رو که بزنید از شما باز یک کد 6 رقمی و کد اتنتیکیتور رو میخواد، تایید که بزنید پول شما بدون کارمزد انتقال داده میشه.